سلام به کانال من خوش اومدید. من آنیتا، مربی ژیمناستیک کودکان. به همراه پسرم بازی و ورزش تو خونه انجام میدیم. تمام بازیایی که امروز تو ویدیو میبینید برای تقویت دست ها هستن. چون معتقدم قبل از مدرسه رفتن دست ها باید کاملا آمادگی نوشتن، کاغذ بریدن و تا کردن باشه. برو بریم. یکش میگیریم و سعی میکنیم همدیگر رو به طرف دیگری بکشیم. اگه کش نداشتید میتونید از یه تیکه پارچه و حتی شال استفاده کنید. همینجوری که دارید میبینید آسمین دستاشو خم میکنه، یعنی داره تلاش میکنه که منو به سمت خودش بکشه. بازی بعدیمون با کش لوپه. اگه بازم کش لوپ نداشتید میتونید از خرازی کش‌های نازک بگیرید و حتی همون شالو هم دور دستاتون ببندید. بهشون بگید دستاشونو باز و بسته کنن و شروع کنن به دست زدن. هم بازیه هم ورزش. بازی بعدیمون با بولینگه. من بولینگا رو چیدم. اگه شما بولینگ ندارید میتونید از آب معدنی استفاده کنید. و چند تا از حلقه ها رو گذاشتم. بهش گفتم که رنگ هایی که به هم شبیه هستن و به بولینگا برسون. چند تا رنگ رو نداشتیم که تو ادامه ویدیو میبینید آسمین ابتکار عمل به خرج میده و رنگ های نزدیک به هم و به هم دیگه میرسونه. بچه‌ها تو این سن بسیار دوست دارن که مورد تایید باشن. همونجور که تو تمام ویدیو دیدید آسمین دوست داره که تایید کنمش. مثل الان. بریم بازی بعدی. همه فکر میکنم از این توپ‌های رنگی تو خونه داشته باشید. چند تا لیوان یه بار مصرف نیاز دارید که براشون بچینید. بهشون بگید که تمام طول مسیر تلاش کنن نه توپ از دستشون بیفته و نه لیوان. من بهش گفتم که دوست دارم توپ هایی که توی لیوان هست رو به بولینگای همرنگ برسونی. خب عالی شد. همه رو رسون و تشنش شد. البته خسته هم شده. یه حلقه داشتم از باشگاه. من چسبا رو چسبوندم بهش. شما میتونید به دیوار هم بزنید. یعنی اصلا مهم نیست که کجا بزنید. و این بازی برای پرتابه. توپ ها رو پرتاب کنن و به هدف بزنن که بچسبه به چسبا. البته این وسط آسمین یه کمی جرزنی هم کرده. متاسفانه چسبای ما امروز یاری نمیکنه و خوب نمیچسبه. یه کمی داره ناراحت میشه که توپ نارنجیش نمیچسبه. خب میخوایم بریم بازی و بعدی توی خونه انجام بدیم. بازی بعدی نیازه که یه بالش زیر سر و کمرشون باشه و ازشون بخواد دستاشون رو ببرن رو به عقب و کشش انجام بدن و بچسبونن به چسبا. همونجوری که دارید تو تصویر میبینید. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. یادتون نره که سابسکرایب کنید و لایک کنید و همراه ما باشید. اگه هم سوالی بود برام تو کامنت ها بنویسید. متشکرم.